من ارینا هستم و اونجوری که متوجه شدم خیلی از دانش آموزا مشکل گوارشی دارن. نه اون مشکل گوارشی بلکه مشکل فهم گوارش. واسه همین تصمیم گرفتم توی ویدیویی که به صورت شماتیک مراحل گوارش نشون میده بهتون توضیحش بدم، شاید بهتر بفهمین. پس کانال مسترزیستو سابسکرایب کنیم و این ویدیو رو تا آخر تماشا کنیم، یه لایک هم به من بدین. مرسی. ببینیمش. خب اینجا غذا وارد دهن فرد میشه. یه لحظه. بله، ببینین که از حلق رد شد. ببینین اینجا غذا وارد معده شده. اگه دقت کنین پشت غذا ماهیچه های حلقوی انقباض پیدا کردن، کناره های غذا ماهیچه های طولی انقباض پیدا کردن. اگه دقت کنین خب این چه حرکتیه؟ به این میگن حرکت کرمی که شاید خونده باشین ولی اونجوری که باید تجسمش نکرده باشین. این دقیقا حرکت کرمیه. مثلا شما بذارید الان نشونتون میدم با رنگ سبز. میبینین که پشت غذا ماهیچه‌های حلقوی انقباض پیدا میکنن، کنار غذا ماهیچه‌های طولی انقباض پیدا میکنن تا به سمت جلو غذا رو هدایت کنن. توسط حرکات کرمی غذا میرسه به اینجا. بچه اینجا رو نگاه کنین. به اینجا میگن بنداره انتهای مری. اگه اینجا مری ما باشه قطعاً اون چیزی که انتهای مریه بندارشه، درسته؟ پس بهش میگیم بنداره انتهای مری یا همون کاردیا. کاردیا معروف به بنداره انتهای مری. خب بنداره کاردیا، غذا رسید به بنداره کاردیا و قرار وارد معده شه. بچه‌ها دقت کنین توی نکته تستی قدیمی اینجوری میگفتن که ما یه بنداره ابتدایی معده داریم، در حالی که نداریم. خیلی توجه کنیم، ما بنداره ابتدایی معده نداریم. اون بنداره انتهای مریه که بهش میگیم کاردیا. ادامهش ببینین غذا از کاردیا داره عبور میکنه. این تصویر واقعیشه. غذا از کاردیا عبور کرد، الان توی معده ریختش. نگاه کنین داره چه اتفاقی برای غذا میفته. این غذای ماست، درسته؟ ببینین با ورود غذا به معده چین خوردگی‌های معده باز میشه. خب چین خوردگیش باز میشه. همچنین این چیزای سبز رنگ میبینین اسید و شیره معده است که داره کمک میکنه به گوارش شیمیایی غذا. بعد حرکات معده رو دقت کنین، اینجوری باز و بسته شدن معده رو نگاه کنین، داره غذا رو گوارش مکانیکی میده. پس بعد نگاه کنین چقدر شدیده. پس میتونیم بگیم شدیدترین حرکات کرمی توی معده اتفاق میفته. بچه دیدیدش؟ اینی که میبینین بنداره پیلوره. پیلور بنداره انتهای معده است. بنداره‌ای که از معده رو از 12 جدا کرده. پیلور خیلی بنداره مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه انقدری سمجه که هر چیزی رو نمیذاره از خودش رد شه. باید غذا کاملا تیکه تیکه شه. چرا؟ اگه بذاره هر چیزی از خودش رد شه اون وقت ممکنه تو گوارش غذا به مشکل بخوریم. واسه همین میگم بنداره پیلور خیلی مهمه. اسید معده رو نمیذاره حالا همینجوری از خود. باید مطمئن بشه که غذا با اون موادی که خود معده ترشح کرده قاطی شده. خب بریم بقیه‌شو ببینیم. الان بنداره پیلور به زور گذاشت غذا ازش رد شد چون غذا واقعا کامل مایع شده بود. اینجا رو نگاه کنین، محیط رو ببینین. محیط روده باریک چقدر پرزه است. اینجا نگاه کنین پرزه رو. دیگه چین خوردگی‌های روده باریک مثل معده باز نمیشن ابدیاً. ولی خب ببینین در واقع دارن به گوارش غذا کمک میکنن، شیمیاییش. حتی حرکات کرمی هم به چیزش کمک میکنن. بچه حرکات قطع کننده از روده باریک شروع میشه. الان هم باید حرکات کرمی داشته باشیم هم قطع کننده. نگاه کنین کرمی قطع متوجه میشین خودتون. الان غذا اگه متوجه شده باشین از روده باریک رسید به چی؟
به روده بزرگ. اینجا روده کور یا انتهای روده بزرگه. این قسمتی که میبینین یه بنداره هستش، بهش میگن بنداره ایلئوسکال. بنداره ایلئوسکال بنداره انتهای روده باریکه که به صورت غیر ارادی کنترل میشه. الان ببینین غذا هنوز تو روده باریکه، از پرزاش میشه تشخیص داد. ببینین وارد روده بزرگ شد چون دیگه پرزی وجود نه. این ایلئوسکال بودین که دیدین. خب الان غذا تو روده بزرگه، از کلون بالا رو رفتش اینور، بعد وارد کلون افقی شد. الان هم میخواد وارد کلون پایین رو بشه. صبر کنین بچه، دقت کنین موقعیت سمت چپ کلون افقی از موقعیت سمت راستش یک کوچولو بالاتره. چرا؟ چون به خاطر موقعیت کبد. خب الان غذا وارد کجا شد؟ صبر کنین الان هم کلون پایین روییم. این کلون پایین روه. خب آها اینجا رو میخوام نگاه کنین. اینی که میبینین اسمش راست رود است. بچه ها این تله تستی ها راست روده جزوی از روده بزرگ نیستش. دقت کنین به این موضوع. راست روده محل انتهایی گوارشه دیگه، تهیشه دیگه. اینم راست روده، وارد راست روده شد. الان دیگه وارد مخرج میشد. تمام. حتما کانال من سابسکرایب کنین، یادتون نره لایک هم بکنین. مرسی.